بعد سوال من همین که در همین غریبی میگردیم بسیار وقت همین آخران وقتا همین روزها طعنه‌آمیز گپ میزنن که مسلمان ها عرق می نوشند، چشقه خوک گوشت خوک میخورند. ما میبینیم و من همین خیلی شدم که من گفتم اون شخصی که من مسلمان میگوید و عرق می نوشد یا گوشت خوک میخورد و مسلمان نیست. گفتم بعد یک برادر گفت که خیلی نگو گناهکار میشه. من گفتم آخه چی جواب دیم به این مردم؟ آخه همه طعنه میزند. آخه ما دیدیم نه در حقیقت هستند ازبک ها و تاجیک ها که خطشون میشینند مینوشند حکم میخورند با میگن شبانه خدای ما نمیبیند با همین خیلی یک مسخره ها میکنند و من مجبور شدم که من گفتم اینها مسلمان نیستند. بعد گفت گناهکار میشی. به همین چی میگوید دوستان؟ من گناهکار میشم در نزد پروردگار یا نه؟ به هر حال بله، اونایی که اینا اسلام رعایت نمیکنن لیکن اگر گوید که الله تعالی شب نمیبیند گفت بله وای از دایره اسلام برآمده است، از اسلام برآمدگی است. لیکن به هر حال میگوید که اینها یعنی رفتاری مسلمان ها رو نمیکنن. اینا اگرچه دعوای مسلمانی کنن هم پرسیده شوند که تو در کدام دینی، گفته شوند من مسلمان میگن لیکن رفتاری مسلمانی ندارن. اینا عملهاشون غیر اسلامی هست. همین خیلی گفتن بهتر است. اینها میپرسن که تو مسلمانی؟ یک آدم مسلمان هست، فرض کردیم نماز میخواند، روزه میداره لیکن خوک میخورد مثلا، این آدم کافر نیست الا اگر خوک حلال شمارد. این خوب بسیار چیز خوب است. این اگر این فایده‌ناک است گوید و کافر میشه. برای چی؟ برای اینکه الله تعالی صراحتاً خوک حرام و پلید و نجیس گفت. کسی که اگر ضد حکم قرآن گپ زند و از دین میبرد. حلال گوید، اگر حلال نه حرامو من این پعت دوست میدارم گوید خیلی کافر نمیشه. حرام گفته اعتقاد کنم، فقط برای خوردگیش گناهکار میشه. اینجوری عرق نوشم اگر حلال شمارد کافر میشه، حلال نشمارد این عرق حرام است گدو لیکن خیلی ما کن غلام همین شدیم گفته خوردن گرد او کافر نمیشه. لیکن به هر حال گفته میشد که اینا اسلام رو رعایت نمیکنن، اینها عملهاشون طبق شریعت نیست. بله کدام آدمی که گناه را تنهایی میکند یا گناه را در نزد مردم میکند اینا فرق دارند در پیشگاه الله تعالی. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کل امتی معافا الا المجاهرون، تمام امتهای من گناهاشون بخشیده میشد غیر آنهایی که مجاهر هستند. مجاهر کی است یا رسول الله؟ آنهایی که گناهاشون میکنن و بعد با اومده با آدما گفته میتیان، گناهش پنهانی بود و گفته میتیاد برای دیگه که من همین گناه کردم گفته. اون گناه آشکار شده کن اكون بخشیده نمیشه چون که یک شاهد زیاد شد. اون شاهد روز قیامت میگه که الله فلانی فلان گناه رو کرده بود او رو جزا نمیدهی؟ میگه یعنی گناهش پنهانی بود خودش آشکار کرد. اگر خودش قصداً آشکارا گناه کند، مثلا یک آدم سیگارت میکشد در پیش مردم، یک آدم سیگارت میکشد پنهانی هیچ کس حتی زنش هم نمیداند، گناهی کدامش کلام؟ گناهی آن آدمی که در پیش مردم میکشد، آشکارا میکشد. این چونین آن آدمی که خاصتا در همین دیار غیر مسلمان ها مسلمان شده ایستاده یا دعوای اسلام میکند و با کارهای گناه میکند، این آدم گناهش عظیمتر است. چون که در این شهرها اگر شما به دین اسلام عمل کنید ثوابش بزرگ است، چون که غریبی هست، کسی شما رو نمیبیند. ان الذين يخشون ربهم بالغیب، آنهایی که پروردگارشان رو در غایبی مردم میترسند، هیچ کس نیست، یگان مردمی شناس نیست، شما در بین بیگانه ها هستید و در همون جا اگر گناه نکنید لهم مغفرت و اجر کریم، برای اینها اجری مغفرت است و اجری کریم هست و اجری کبیر هست، بزرگ است. آدمی که در پنهانی یا در غایب بودن از کشورش گناه نمی کند و این چیز سبب هدایت آنها شدن تا ممکن است. ما گوشت خوب نمیخوریم برای اینکه این گوشت ضرر دارد و شریعت ما چیزهای ضرر آور رو برای ما حرام کرده است. ببین اینترنت
پرس از عالمای همین غیر مسلمانای خودت هم ملتات پرس که همین گوشت خوک یا هم چت جی پی تی پرس اقلا همین گوشت خوک برای انسان فایده دارد یا ضرر دارد گفته من چت جی پی تی آدم نیست جواب دیا مثلا خیلی 100% باور کرد نمیشه جوابای وای بیو لیکن به هر حال این مسئله ها یعنی غالبا جوابی درست میدهد مثلا از نگاه علمی طب آیا همین خوردن خوک ضرر دارد یا نه گفته سوال دهید یا نوشیدن عرق از نگاه علمی طب به آدم چی ضرر میکند گفته به چت جی پی تی مثلا سوال دهید یا من اینترنت پوری معلومات هست امروز بله